خوب گوش بده ببینید چی میگم. این داستانی که تعریف میکنم توش یه دنیا حرفه. یه روزی یه قاتل سریالی رو میگیرن باهاش مصاحبه کنن، قاتلی که به هیچ کی رحم نکرده بود. بچه رو پیش پدر مادرش، شوهر رو پیش زن و بچهش، زن رو پیش پدر و بچهش، همه رو کشته بود. گفتن این همه آدم کشتی شده بود تا حالا عذاب وجدانم گرفته باشی؟ یه خورده فکر میکنه، میگه آره یه دفعه شده. میگن چی شد تعریف کن. میگه یه روزی رفتم یه پیرمرده رو بکشم، بعد بهم یه نیشخند زد، گفت عمرن تو بتونی منو بکشی. گفتم چطور؟ گفت مسیح میاد کمکم میکنه. گفت 5 دقیقه وایسادم خبری نشد، بنگ بنگ 2 تا زدم تو مغزش. بعد میگن خب این کجاش عذاب وجدان داشت؟ میگه اونایی که من قبل این کشته بودم همشونو جونشونو گرفته بودن، ولی اینو باورشو گرفتن. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم تو عالم رفاقت هر کاری میکنید بکنید، ولی ایمان و باور کسی رو نگیرید. کاری نکنید که طرف سالها بشینه با خودش بگه وای خدا باورم نمیشه. میگه که کاشکی آدمای درست سر راه آدمای درست قرار بگیرن. درست بودن با آدم غلط خیلی تون داره. به مولا انگار دستان سردن انگار چشمان شب تارم آسمون سیاه ابر پاره ششور بارون